بسم الله الرحمن الرحیم. طریقه انداختن تصویر در داخل شب یا اشکال در فوتوشاپ. خب اگر خواسته باشین باز وقت شما باز از بروشرها دیده باشین، باز از سرتیفیکت‌ها یا باز از دیزاین‌های دیگر در داخل امی شب تصویر است. نمونه مثالش که در پروگرام ورد برای ما از قسمت پروگرام ورد هم میشه آسان است و قدر مشکل نیست. به طور مثال در بخش منوی انزرت میرین، بخش شب در این قسمت یک شکل رسم میکنیم به این شکل. اگر خواسته باشیم در این تصویر بیاریم باز میرفتیم در بخش منوی شب فایل در بخش پیکچر ورک آفلاین یک تصویر انتخاب میکنیم. به طور مثال این تصویر میتونستیم می اما ما چطور بتونیم همین کار در فوتوشاپ کنیم؟ این خود ورد بود. باز بیاین در قسمت منوی فایل نخست تصویر بیارین. این تصویر است. تصویر کامل اولین کاری که میکنین لیر از لاک بکشین، تصویرتان از اونات بک‌گراند بکشین، دبل کلیک کنین اوکی بکنین یا بیاین در قسمت منوی لیر برش چی میگن نیو لیر فرام بک‌گراند اوکی میکنین. از حالت لاک برآمد. باز چی کار میکنین؟ میرین در بخش شب شما خواندین تشریح کردین براتون. در بخش شب بیاین کاستم شب و از این بخش بیاین این شب نگیرین، این پد بگیرین. بعضی پد گرفتین بیاین در این قسمت در بخش حالا میگیریم تمام شبا لیست شود. این یک شکل شما رسم کنیم. این شکل ها زیاد است. این شکل این بازی رسم کنیم. هر چقدر سایزی که میخواین تنظیم کنید صفحه. باز بیاین در بخش پد بالا اینی بخش کلیک کنید. حالت سلکشن رو به خود گرفت. باز بیاین در قسمت لیر در بخش لیر ماسک ریویل سلکشن بیشه. این حالا میتونین انتقالش بدن به دیگه قسمت. یک تصویر دیگه میتونید ببرین یا میتونید از این بخش آماده کرپش بسازین 4 سانتی خرد کنین که کرپ قلم شما خواندین به این شکل. کرپ میگه. بعد از اون میتونید کنترل اکس یا کنترل سی کنین با دیگه صفحه با دیگه تصویر بر انتقالش بدین. این به شکل F12 پاس میکنم. حالا اول تصویر بیایم. این یک طریقش. دیگه طریقش است در این قسمت به نام وکتور ماسک است. این به شکل است. بازم لیر لاک میکشین دبل کلیک اوکی. باز میاین در قسمت کاستم شپ یک شکل رسم میکنین. به طور مثال این شکل. ایره که رسم کردین قبل از رسم کردن کنترل زد میکنم. بیاین در قسمت لیر برش چی میگن؟ وکتور ماسک میگن ریویل آل ایجاد شد. باز بالای زی کلیک کنین. باز بیاین در قسمت لیر خلا شد کارش. باز بیاین در بخش شب یک شکل رسم کنین. به طور مثال این شکل ایره میگیرین و رسم میکنین به شکل. این دو طریقش. این موضوع ازی بود. دیگه موضوع اگر خواسته باشیم یک قسمت رنگ پرتیم می فیل لیر از این بخش میتونیم یک قسمت رنگ پرتیم. چه قسم انداخته میشه؟ این بخش دیزاینش است. میایم به بخش این قسمت تصویر است. میایم به طور مثال یک قسمت انتخاب میکنیم. این قسمت باز میایم در قسمت لیر برش چی میگن؟ لی فیل لیر سولید کلر اوکی میکنیم. با شکل رنگ میگیره. میتونید از این بخش رنگ برش تعیین کنیم هر رنگ که خواسته باشیم به شکل. یا اگر رنگ نمیخوایم گریدین باشه باز بیاین در این بخش گریدین هم اینجا داریم اوکی. چه قسم گریدین میگیره؟ این از این بخش میدین به نظر و ضرورتان از این کار بگیرین. دیزاینش خودتان میدین کارش کنین. وقت میگیره چون من کار کنم به شکل. اسکیلش هست به شکل. میتون هر کدومی که کار کنین به شکل. این موضوع چی بود؟ گریدین میتون استایل پرتن هم استفاده کنین که قبلا نمیره کار کنین براتون. این بخش آماده اوکی. این بخش استایل پرتن هم میتون استفاده کنین. استایلش از این بخش هم میتون کارش کنین. هر دقیق سرش بیارین به شکل.
نوع دیزاین هایش از این بخش آمده. هر کدامش هم میتونید استایلش استفاده کنید. مثلا مثال میگیم باشه نچر طبیعت بشه. این موضوعات بخش امروزی ما بود که چطور میتونیم چی کار کنیم، عکس رو داخل شپ بیاندازیم و قسمتش رو بتونیم رنگ بگذاریم که براتون کار کنیم. تا کلیپ بعدی خداحافظ. خب یک طریقه انداختن تاثیر داخل شپ کار کردیم. خب دیگه طریقش که است میتونین از بخش براش هم استفاده بکنین، از بخش پنتول هم از یا میتونین کار کنیم و بسیار یا مشکل است و خیلی استفاده نداره. میتونین باز وقت از این استفاده بکنین نظر و ضرورتتان. اما زیادتر استفاده را گفتم هم بخش اول داره که به طریقش بتون از بخش لیر کار کنیم. خب میایم چطور میتونیم کار کنیم. یک تصویر میاریم، این تصویر است. این حال دینی قسم یک تصویر دیگه میخوایم بیاید داخل شپ بیاید. باز نخست میرین چی کار میکنیم، یک تصویر دیگه میاریم. حتی مثلا این تصویر است، پاکش میسازیم. بعد از اون براش میگیریم، آلت میگیریم، بزرگ میسازیم، میره پاک میکنیم. و بعد از اون خلاص شد. باز کنترل اکس، فکر کنم یک گوش نامد، کنترل دی، کنترل تی، آلت میگیرین و ماوس کش میکن خود میشه. این قسمت کنترل میگیرین و به این شکل. و چه کنترل از کیبورد فشار میگیرین و به این شکل. این حالا میخواین یه داخل یک شکل باشه، باز بیاین از بخش براش میگیریم و رنگ براش هم تنظیم میکنیم باشه با رنگ آبی. این از این بخش سایز هم خورد میکنیم. به این شکل. این طریقه میتونه شما کارش کنید. و یا میتونید از بخش کنترل آلت زید کنترل میگیرین، از این بخش میتونین انتر میگیرین. باز یک نقطه اینجا، یک نقطه اینجا، یک نقطه اینجا، باز یک نقطه اینجا به این شکل. به این طریقه میتونن کارش کنن. اما یا بسیار مشکل است، باز نظر به این کده بازودیگه بسیار آسان است. یا میتونین دیگه طریقش به شکل دایره‌ای بیاین از این بخش سلکشن هم میگیرین، یا مستطیل یا مربعی مشکل نیست، انتخاب میکنین، انتخاب شد. باز بیاین در بخش ادیت استروک چوکات چند باشه به این شکل. به این شکل میتونین شما شپ داخلش تعیین کنین. ای بود درس امروزی ما که چطور بتونیم در داخل تصویر در داخل شپ چه قسم بیاندازیم که به این طریقه بتون کار کنیم. تا درس بعدی خداحافظ.